سرنوشت انسان از دنیا جدا شدنی هست. هیچ انسانی نیست که در دنیا بیاید و روزی از این دنیا جدا نشود و دنیا از او جدا نشود. هم انسان از دنیا جدا می شود و هم دنیا از انسان جدا خواهد شد. پس سرنوشت انسان هایی که آنها دنیا را ترجیح دادن بر آخرت، سرنوشت آنها چه شد؟ سرنوشت فرعون در دنیا غرق شد. الله تبارک و تعالی آن را بیاب کرد. الله سبحانه و تعالی فرعون را غرق کرد، به عذاب آخرت نیز به عذاب علیم و عظیم خود گرفتار کرد. سرنوشت هامان، سرنوشت قارون، سرنوشت ابو لهب و ابو جهل و ابی لهب، سرنوشت امیه، سرنوشت دیگر سران مشرکین عتبه و شیبه و همچنین سران کفاری که در دنیا آمدن، سرنوشت آنها چه شد؟ آنها دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح دادن و الله سبحانه و تعالی آنها را به عذاب علیم و عظیم خود گرفتار کرد. عزیزان من، دنیا در ذات خود چیز بدی نیست که ما از آن متنفر باشیم. دنیا را قرآن خیر گفته، اما همان دنیایی که انسان را به الله وصل کند، همان دنیایی که سبب رسیدن انسان به حق بشود، همان سرمایه‌ای که در کل باعث فلاح و رستگاری انسان و انسانیت بشود، اون دنیا خیر هست. اما دنیایی که انسان را از حق غافل کند، اما دنیایی که انسان این دنیا را بر آخرت ترجیح بدهد، این دنیا بد است. چنین دنیایی از لحاظ شرعی بد است. میگه آنچه علت است دنیا پرستی هست، نه دنیا داری. ترجیح دنیا بر آخرت این بدترین کار و زشترین خصلت آنانی که دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، زندگی 4 روزه دنیا را بر زندگی ابدی و زیبا و پر از نعمت آخرت ترجیح دادن. دنیا از آنها جدا شد. سرنوشت فرعون چه شد؟ با آن حشم و کتم و قدرتی که داشت، وقتی داخل دریا آمد، در آیات گوناگونی در قرآن عظیم الشان میخوانیم، وقتی داخل دریا قرار گرفت، الله تبارک و تعالی فرمان داد به آب که فرعون را هلاک کن. فرعون قدرتش نتوانست آن را از عذاب الهی حفظ کند. حشم و کتمش و همچنین نیروهای پرقدرت او نتوانستند فرعون را از عذاب و هلاکت الهی نجات بدهند. قارون سرنوشت او با اینکه دنیا را بر آخرت ترجیح داد، با دنیای خود بر زمین فرو رفت. اما عثمان ذوالنورین با دنیای خود بهشت الهی را برای خود آباد کرد. دنیای خود را در راه الله به مصرف رسان، به وسیله دنیای خود جنت الهی را از آن خود کرد و رضایتمندی الله تبارک و تعالی شامل حال او شد. ابو بکر و عمر و عثمان و علی و دیگر اکابر صحابه، آنها دنیا را ودا گفتند، زندگی ابدی را اختیار کردند. الله در دنیا و آخرت آنها را سرفراز و فلاح و رستگاری شامل حال اونها کرد. پس ترجیح دنیا بر آخرت این بده، خود دنیا در ذات خود بد نیست. عزیزان من، اگر کسی میگوید که دنیا بد است، از دنیا متنفر باشیم، اشتباه کرده. دنیا به همراه خیر بهترین نعمته. دنیا در ذات خود بد نیست. دنیایی که به همراه او شر باشه و در او معصیت باشه، در او نافرمانی باشه، در او خلاف شریعت عمل صورت بگیره، اون دنیا